بچه تا پس ما امروز اومدیم بریم با هم دیگه آقا یه سری خبرهایی رو دوباره براتون یعنی بهتون ارائه بدم که حالا واقعی بودن یا نبودنشو والا من نمیدونم. حالا توی این کامیونیتی و حالا خارج از کامیونیتی من خیلی شنیدم که قرار این اتفاقا بیفته و حالا خلاصه قضیه چیه. همطور که از تامنیل و تایتل ویدیو فهمیدید آقا قراره که بریم با هم دیگه حالا یه سری باندل ها قراره وارد گیم بشه که حالا یا به صورت ردیم کدی یا به صورت گردونه معلوم نیست، ولی بین این دوتا حالت میاد، یعنی یا ردیم کد میاد یا گردونه. ردیم کد هم بیاد به احتمال 70% رایگانه. حالا دوتا باندل رایگان نباشه یکیش حداقل اگه به صورت ردیم کدی بیاد رایگانه. آقا پس بدون هیچ معطلی بریم با هم سراغ این ویدیو خفن و جذاب. حالا قبلش من یه سری چیزایی بهتون بگم که دیگه خودتون بدونید دیگه. عشقای دلم ما دیگه حالا قراره اگه موضوع پیدا کنم حالا تقریبا دیلی آپلود باشیم و خب حالا من ویدیوها رو میگیرم براتون میذارم دیگه. حالا تأخیر میفته دیگه به خاطر نت دیگه. حالا وضعیت نتو میدونید دیگه. قرار دیلی آپلود باشیم دیگه. شما هم حمایت کنید دیگه آقا. لایک ویو و هر کاری میکنید بکنید. کامنت آقا بذارید من توی این کامیونیتی دیده بشم. حالا اونقدر خواستم بالا نیست ولی خب دیگه اگه میتونید که خب خیلی عالی میشه. منم انرژی میگیرم و خب بیشتر براتون ویدیو میذارم. حالا من فعلا که ناچیزم توی این کامیونیتی ولی خب امیدوارم با هم بتونیم به جاهای بالاتری برسیم. آقا دیگه سرتون رو به درد نیارم. بریم با هم این ویدیو خیلی خیلی خفن رو شروع کنیم. خب آقا آقایون داداشیا سپرم اومد با همون، ولی خب چون مثلا صدا رو بس کنیم صدا تو ویدیو نمیره دیگه قطع کردیم کلا. آقا بریم تو قسمت ویش لیستمون. آقا اینجا خب یه ست ببریه که خب حالا معلوم نیست تایید خورده گارنا، یعنی تایید داده که قراره وارد گیم بشه. بچه همه این چیزایی که تو ویش لیستم وارد گیم میشه. حالا ویدیوشو جدا براتون میذارم. حالا میگن که این قراره به صورت ردیم کدی بیاد. اگرم به صورت ردیم کدی بیاد به احتمال 70% رایگانه. خب ولی اگه به صورت گردونه بیاد که اصلا بحثش جداست دیگه، کلی جم میبره. همین باندل خفن یه زنونه هم داره اینجا. زنونش هم خدایی چیز حقیه. نگاه کنیم با هم دیگه. زنونش هم چیز حقیه انصافا. آره دیگه اینا حالا فعلا ناشناخته است، یعنی وارد گیم نشده. منظورم من ناشناخته اینه، ولی خب به زودی قراره وارد گیم بشه. آقا بریم حالا سراغ این ور. آقا اینجا یه ست فرعونه، شبیه فرعونه. دزرت یعنی کینگ آف دزرت باندل، یعنی پادشاه باندل پادشاه صحرا. این حالا قراره تو بویاپس بیاد که 22 روز دیگه که این بویاپسه که وارد گیم اومده بره این قراره بیاد. حالا نیومدم بویاپس بعدیش میاد. نگران نباشید کلا به صورت بویاپس وارد گیم میشه که به احتمال زیاد میگیرمش. حالا باز همین باندل خفن هم یه زنونه داره که میشه کوین آف دیزرت باندل، یعنی ملکه صحرا. باندل ملکه صحرا خدایی اینم چیز حقیه. قبل از اینکه حالا بریم سراغ باندل دوم، اینجا یه سری اسکی مشتایی هست که وارد گیم میشه. اسکی مشت آتیشیه، اینم اسکی مشت وایته، اینم یخ وایت جدیده. اینم بچه اون دنسی که حالا تو ویدیو نشون دادم معلوم نیست حالا توی اون گردونه چیز بیاد، یعنی به صورت گردونه بیاد یا باز خودش مثلا یه گردونه جدا داشته باشه. چون اگه ویدیو قبلی رو نگاه کردید میدونید که مال کدوم گردونه است. و حالا من درست یادم نمیاد، فکر کنم مال گردونه اوبیتو باید باشه یا پین، نمیدونم. حالا پین که گردونهش اومد، حالا دنس اصلا نداشت. این هم یه دنس تبلیه.
اینم حالا خود واج جدیده است، انصافا چیز حقیه. بالا تنش خیلی خوشگله، شلوارش هم خیلی خوشگله. اینم اون یخیه که حالا گفتم قراره بیاد، فعلا نیومده دیگه، فعلا چیزی نمیمونه. بریم سراغ باندل ردیم کدی بعدی. آقا باندل ردیم کدی بعدی، این باندل خرسیه است که حالا من اطلاعات زیادی ازش ندارم، حالا به صورت گردونه میاد یا نمیاد. حالا تو ویدیو قبلی که ما دیدیم حالا به صورت گردونه بود، تو حالا سرورهای دیگه اومده بود، نمیدونم شاید تو سرور خاور، سرور خودمون ردیم کدی بیاد. اگرم ردیم کدی بیاد فکر نکنم این یکی رایگان باشه، فکر نکنم این یکی فکر نکنم رایگان باشه. اگه به صورت ردیم کدی بیاد به احتمال زیاد گردونش میاد. این باندل خفن باز یه زنونم داره طبق معمول، زنونش هم خدایی چیز خوبیه، بمبه. حالا ما بریم اینجا پایین که بریم حالا لوت باکس وایت. اینجا دقیقاً همون دنسیه که من تو ویدیو بهتون گفتم. آقا من دروغ نمیگم دیگه، خودتون نگاه کنید. اصلا پشم ریزون خبرهای من داره قشنگ همش درست در میاد تقریبا. آقا این بود از این ویش لیست ما. حالا اینم آیدیمه، اگه خواستید حالا برید آیدیمو سرچ کنید، لایک کنید. حالا لول هم چرا انقدر کمه؟ واقعیتش حالا یه اکانت داشتم 79 بود لولش، آقا خدا بود. یعنی من حالا دروغ نگم، جدی میگم. ژاکت آبی داشتم توش، حالا کلا چیز شد به فنا رفت، حالا سپر یادش. ژاکت آبی داشتم با شلوار حریمی زدم، ریش سفیدم داشتم، شاید باورتون نشه. سپر میدونه دیگه، سپر یادشه اون اکانتم. حالا اون موقع یوتیوبر نبودیم، یعنی تو یوتیوب فعالیت نمی کردیم. آره دیگه من کلا به فنا رفت. آقا حالا بریم این قسمت. حالا این قسمت هم یه سری توضیحات بهتون بدم. آقا این قسمت یه بالاتنه جذاب داریم که حالا با انجام دادن یه سری از ماموریت‌ها این بالاتنه رو بهتون میده. ماموریت حالا ریچ تاپ نمیدونم یعنی چی، این اولیه نمیدونم یعنی چی، دومیه یعنی این که دومیه هم والا نمیدونم یعنی چی، نمیفهمم. حالا اینایی که گرفتم یکیش لوگین تو گیمه، یکیش هم که حالا 3 دست باید بازی کنیم رنگ، 4 تا کیلم توی رنگ بگیریم. باز حالا فرق نمیکنه بیار باشه یا سی اس. حالا میگه که اینجا باید مسافت 3000 متر رو حالا توی رنگ مود بدویم، یعنی راه بریم. حالا میریم تو این قسمت. حالا چیزای رایگان بازی و اینجا حالا لیست کرده نوشته که حالا بعضیاش فعلا اومده، بعضیاش فعلا نیومده که قراره به زودی وارد گیم بشه. میگم به زوری. آره حالا این قسمت هم که حالا باندل اوروچیماروی که رایگان هست، یعنی رایگانه. اینجا می دنس جالبه که حالا نمیدونم اینو من اینو من تو ویدیوم نبود، حالا اومده. این ورم باز حالا با انجام دادن یه سری از ماموریت ها میتونید اینا رو بگیرید و خب یه چت رو یه سری خرتوپت بزنید به جیب. این ورم حالا خیلی مهم نیست، حالا این ور توکن های گردونه هاست، اوبیتو مادارا پین. این ورم حالا امپیچل فاینال شاته که حالا با یه لوگین تو گیم، یعنی لوگین روز اول تو، یعنی مثلا این روز اول که وارد گیم شد شما همون روز لوگین کنید اینو بهتون میده، 24 ساعتشو میده. روز دوم هم لوگین کنید 24 ساعتشو میده که حالا من گرفتم، چیز خاصی نیست. این ورم که مطمئنم همتون گرفتید. یه دونه اینجا آواتار داریم، یه دونه اینجا آواتار بنر. آقا اصلا دیگه چیزی میمونه؟ دیگه چیزی نمیمونه آقا، هرچی بوده گفتم. جم هم که داریم قراره حالا باز آفر ناروتو رو بگیریم که حالا اونم باز ویدیوش میذارم براتون. حالا اگه بتونم دیلی آپلودم میشیم انشالله. فقط به حمایت های شما نیاز داریم. آقا لایک و کامنت و فراموش نشه. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.